نگارگری الهی و کیست خوشنگارتر از خدا و ما او را پرستندگانیم. بگو آیا درباره خدا با ما بحث و گفتگو می کنید، با آنکه او پروردگار ما و پروردگار شماست و کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شماست و ما برای او اخلاص می‌ورزیم. یا میگویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط 12 یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو آیا شما بهتر می‌دانید یا خدا؟ و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشیده دارد و خدا از